دسته سامبوچیان تاجیکستان در چمپیوناتی جهان در سال 2018 با گرفتن 4 مدال شرفیاب شدند. خوشقدم خسرو دستپرور دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در مسابقات سامبو جهانی که در پایتخت رومین شهر بخارست برگزار شد با موفقیت هنرنمایی نموده با عنوان اولی چمپیون جهان در رشته سامبو حرفه‌ای شرفیاب شده امروز به وطن برگشت. پهلوانان معروف تاجیک را در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مسئولین کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون سامبوی کشور، دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی مملکت و نزدیک 1000 نفر با پرچم دولتی و گلدسته‌ها پیشواز گرفته آنها را با دستاوردهای بزرگشان در مسابقات جهانی سامبو تبریک گفتند. اولا منادارگی خود را با پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم که ما ورزشگران را همه وقت دستگیری میکند تا اینکه در مسابقه های بین المللی و جهانی شان و شرف دولت عزیزمان را بلند برداریم. ما امروز باید شکرانه خداوند را کنیم که با ما چنین پیشوای غمخوار، چنین پیشوای وطن دوست، عاقل ورزش پرور را به ما داده است و از فرصت مناسب استفاده برده ما کوشش می‌نماییم که باز در مسابقه های آینده خوب و نصر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. ما در این چمپیونات جهان که در شهر بخارست دولت رومین برگزار گردید ما خیلی با تیاری خوب در این مسابقه اشتراک کردیم و برای مدال برنجی با پهلوان ازبک خوازمایی کردم و سزاوار مدال جای سوم گشتم و کوشش میکنم که در آینده باز هم خیلی پرچم برداری دولت و ملت باشم. من در نمود سامبوی محاربوی اشتراک کردم در وزن 62 کیلوگرم. من در دور اول آزاد بودم و با 2 رقیب خود پیروز گشتم و در واخوری نیمه نهایی با رقیب پرقوت اوکراینی خود مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب بلغار خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنجی چمپیونات جهان را صاحب گشتم. باعث یادآوری است که خوشقدم خسرو پهلوان نامدار تاجیک در مسابقات چمپیونات جهان که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت رومین شهر بخارست دایر شد مدال طلا به دست آورد. در سبقت سامبوی ورزشی در رقابت‌ها در وزن تا 62 کیلو بعدی 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد و خوشقدم در قوازمایی اساسی رسلان بلگدسترانی روس را شکست داده باری اول با عنوان چمپیون جهان دست یافت. در مراسم استقبال قید گردید که در تاریخ ورزش تاجیک خوشقدم خسرو بعد سعیدمین رحیموف سال 1975 در شهر مینسک بلاروس و بهروز خواجه‌زاده سال 2017 در شهر سوچی روسیه سومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای چمپیونات جهان را عاید به سامبو به دست آورده. با قله بلندترین ورزش راه یافته این هنرنمایی او باعث صدا دادن سرود ملی و بلند شدن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در این فورم بزرگ سامبوچیان جهان است که باعث افتخار و سربلندی هر یک فردی وطن دوست مملکت می باشد. در این مسابقات جهانی بخارست با جز خوشقدم خسروف 2 مدال برنجی را عاید به سامبوی ورزشی در سبقت مردان اکمالالدین کریموف در وزن تا 57 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 74 کیلو کامیاب شدند. مدال سوم برنجی را باشد با منتخب تاجیکستان سوربون لطیفوف در سبقت سامبوی رزمی در وزن تا 62 کیلو کامیاب شد. سامبوچیان تاجیکستان بعد اشتراک با موفقیت و دریافت 4 مدال من جمله 1 مدال طلا و 3 مدال برنجی در حساب عمومی دستاوی زینه سوم افتخار را بعدی دسته‌های روسیه و گرجستان اشغال کردند. ضمناً در این مسابقه نمایندگان 80 مملکت اشتراک نمودند. باعث یادآوری است که در مسابقات سامبوی جهانی که سال گذشته در شهر سوچی با شرکت ورزشگران بیش از 90 کشور صورت گرفت گوشه‌گیران تاجیک با شمول 11 نفر 5 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 2 نشانه برنجی به دست آورده در حساب عمومی دستاوی پس از تیم روسیه مقام دوم را کسب نموده بودند. بهروز خواجه‌زاده در سبقت سامبوی ورزشی در وزن تا 74 کیلو با مدال طلا سرفراز گشته بود. اکمالالدین کریموف در وزن تا 57 کیلو، نبی محمد خورکرش در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های نقره شرفیاب گردیده بودند. ظفر اورینشویف در وزن 82 کیلو مدال برنجی به دست آورده است. اینچنین در رشته سامبوی رزمی سوربون لطیف در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. مناداری خود را با رهبر دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان میرسانم که امروز تمام شرایط‌ها را بهر آن روانه ساخته است که ورزشگران جمهوری تاجیکستان در تمام چهاربینی‌های ورزشی به یگان
مانگی شرکت ورزند. این نشانه آن است که امروز دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در هیئت پوره در این مسابقه با نفوذ شرکت ورزیدند و صاحب 4 مدال شدند. در بین 83 دولت روی دنیا دسته منتخب جمهوری تاجیکستان جای سوم را اشغال کرد که برای هر یک ما افتخار است. ثمره استقلالات و وحدت ملی و توجه و غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص اثرگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که در ظرف 27 سال استقلال دولتی ورزشکاران تاجیک در سطح بین‌المللی شرف تاجیکستان صاحب استقلال را حمایت می‌نمایند و به افتخار غالبیت آنها پرچم کشور عزیزمان پرافشان می‌گردد. امیدواریم که ورزشکاران تاجیک منبع نیست با احساس والای وطن دوستی و وطن پرستی افتخار از سازندگی و بنیادکاری معرفت بلند حقوقی و سیاسی بهر رشد و آبادی کشور تازه استقلالمان و باز هم بلند برداشتن پرچم دولتی کشورمان در عرصه جهانی جد و جهد و تلاش می‌نمایند.